استاد تقوایی که رمضان از ما میخواهد چگونه است؟ بله. خب در حلقه گذشته گفتیم که این در دل بنده حضور داشتن الله تعالی، حضور داشتن نظارت الله تعالی نسبت گفتار و رفتار و پندار و افعال بنده است. همین چیز بنده وقتی که در دل احضار کرد معناش این که بنده تقوا داره. بنابراین در آیت هم همچون غایه و همچون مقصد رمضان همین کلمه لعلکم تتقون ذکر شد. روزه از اون میخواهد که دلی که بسیارتر حضور خدا رو احساس میکند باید داشته باشه، نه اینکه یک جسدی که محروم شده از طعام و از نوشابه و از جماع است. مقصد حضور الله تعالی و نظارت الله تعالی رو احساس کردن بنده است، نه اینکه فقط خودش از چیزهای مباح محروم کنه مثل خوردن و نوشیدن و اینا. باز میبینیم که قرآن تقوی ترازو گذاشته است. در آیت ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نگفت که خدا ترسیدن شما انسانای زیباترین شما هستند یا پوستشون سفید باشه یا پوست سیاه داشته باشه یا گندمی یا هم بای یا کمبغل یا انسانی قوتمند به قوت و نیرومند و ضعیف. نگفت خدا، بل معیار تقوا است. از چه جنسی و از چه نژادی نباشه، دل و باطن اگر طبق همون چارچوبی که من معین کردم نباشد برای من قدر نداره. یعنی همون دلی که صاحبش از کاری خطا من میکنه در حالی که هیچ کی ندیده ایستاده است، تک و تنها است، لیکن خطاگی نمیکنه، یعنی کاری حرام نمیکنه و این چنین کار نیکی میکنه بدون اون که کسی از وی چیزی پرسد. ببین چه مردم دستکشا داشتن در ماه رمضان. حدیث پیامبر ما است که میگفتن که از شمال هم دیده پیامبر در کار نیک چی حرکت میکردن، بسیار صدقه میکردن، خوب میکردن. یعنی یک نمود الهام برای امت محمد صلی الله علیه و سلم از پیامبر صلی الله علیه و سلم. همین چیزی از گفتم که انسان هیچ کی ندیده کاری نیک میکند، هیچ کی نپرسیده کاری نیک میکند، هیچ کی نادیده خودش از خطاگی باز میدارد. خب رمضان میاد تا اینکه همین چارچوب رو بیدار کند و زنده کند از نو. انسان تمام خودشه، نوشیدنی خودشه فقط برای آن استعمال نمیکنه که خدا برای این گفته است و این ترک کردن این مباح ها انسان به مراقبت و نظارت الله نسبت خودش تربیه میکنه. یعنی بنده حس میکنه که خدا دیده ایستاده است. و الا روزه‌دار گفتیم چه خیلی گفتیم میخورد میدونه راستی رود از خلیدن نگه چه خورد یا از کجا آب نوشد هیچ کی خبرش نیست. لیکن در باطن ما رمضان نظارت الله تعالی در هر یک حرکات و سکونات ما رو نهالش رو میگذارد. وقتی این نهال گذاشته شد این نهال باید چی تا سال آینده باز بزرگتر شد، باز سال آینده بزرگتر شود. مقصد از روزه همین چیز است، مقصد از صوم همین چیز است. اما قاعده که گفتیم گذاشتیم مادامی که من کاری مباحی که مباح است الله تعالی از من گفت که این کارو نکن در همین وقت میتونستم، چرا از حرام باز نیستم؟ چرا زبان خودم ندارم؟ چرا چشم خودم از حرام ندارم؟ چرا گوش خودم از شنیدن حرام ندارم؟ چرا یعنی همین چیز برای ما چی از مدرسه خوبی است که همین رمضان برای ما همین چیز تعلیم میده. ببینیم که پیامبر صلی الله علیه و آله اومده روزه رو به اخلاق نیز وابسته کرد. در حدیث میگن که فإن امرؤ قاتله او شاتمه فليقل اني صائم. اگر مرد با او جنگ کرد، زبان درازی کرد، در جوابش گفت که من روزه هستم. یعنی این فقط من روزه هستم جوابی خالی نیست، بلکه من روزه هستم این یادآوری کردن باطن خود، نفس خود بر اون که تو باید خودت را داری، چون که زبان داشتن از حرام، زبان از دشنام داشتن یکی از غایه های روزه است. بعضی متاسفانه روزه میگیرن از روزه فقط گشنگی و تشنگی فایده میکنن تمام. این پیامبر صلی الله علیه و آله این نبود انسان رو اشاره کردن در حدیث گفتن که رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع، رب قائم لیس له من قیامه الا السحر. یعنی اینو ببینید میگن که احتمال چی بسا بعضی انسان روزه میدارن لیکن از روزهشون جز گرسنگی فایده نمیگیرن و چی بسا انسان هستن که شب زنده میدارن لیکن جز شب زنده داری هم بیدار خوابی دیگه چیز فایده نداره. این دو جمله دقیق است. پیامبر میگه که اشاره کردن که هدف و مقصد و غرض از روزه این گرسنگی نیست، این جسد خودت عذاب دادن نیست، هدف همون چیزی که الله تعالی گفت، این تقوای الله تعالی است. اگر ما تقوا رو جزئی جدا شونده از روزه گیریم، ببین چقدر حیاتی ما، چقدر روزه ما به شکلی بهتر و افضلتر پیش میرد. مثلا انسان وقتی حس میکنه که دور شدن از گناه جزء از همون روزه هر روزش میشود،
وقت زبان رو داشتن از جزء از روزه میشه. وقتی چشم داشتن، خصوصا امروزا که اینستاگرام است و لنته است و این و اون است و تیک تاک است، خود از همون چیز داشتن. یعنی با یک رفلکسی همین انسان بدارد و انسان خود از خود به تقوا آموخته می شود، خود از خود ختم کننده مکتب تقوا می شود و باز قله‌های بلندترین تقوا را برای خود کسب می کند. و الا اگر از روزش از این چیزا خودش را باز داشته نتواند، در روزه ندارد. به اصطلاح میگن که همین گاو و گوسفند هم اگر طعام آب نتگی میتونه تا از وقتی روزه و وقت افطار خودش دارد از خوردن. یعنی وقتی که تقوا در دل انسان قرار پیدا میکند، در دل انسان مکان پیدا میکند، برای انسان درهای دیگر گشوده میشود. چون که تقوا این آخر راه نیست، بلکه این بدایت راه است، سرشبی راه است که برای انسان درهای دیگر رو میکشد، تا اینکه انسان قدرتی ضبط شهوات خودش پیدا کند. شهوت خوردن، شهوت نوشیدن، شهوت جماع، شهوت هر چی باشد، خودش از غیبت، از دروغ، از تهمت، از کارهای حرام نگه دارد. چرا که این مقصد اساسی رمضان است.